پژو پارس یکی از ماشین‌های معروف و پرکاربرد توی ایرانه که از سال 1379 توسط شرکت ایران خودرو ساخته شد. پایه و اساسش همون پژو 405 بود، ولی ظاهرش تغییر کرد تا شیک‌تر و بروزتر به نظر بیاد. اسمش اول پرشیا بود، بعد شد پارس. ایران خودرو با ساخت پژو پارس میخواست یه گزینه شبیه ماشین‌های خارجی ولی با قیمت مناسبتر بسازه. ظاهر جلو، چراغ‌ها، سپر و داشبوردش نسبت به 405 فرق داشت و جذابتر شده بود. خیلی زود بین مردم جا افتاد و فروش بالایی پیدا کرد. مدل‌های مختلفی ازش ساخته شد. بعضی ساده بودن، بعضی مصرف بنزین کمتری داشتن، بعضیا با گاز هم کار می‌کردن. یه سری هم موتور قوی‌تری داشتن یا دند اتومات بودن. این تنوع باعث شد افراد مختلف با نیازهای متفاوت سراغش برن. مردم به چند دلیل پژو پارس رو دوست داشتن. قیمتش از ماشین‌های خارجی پایین‌تر بود. ظاهرش رسمی و قابل قبول بود. فضای داخلش برای خانواده‌ها مناسب بود و تعمیرکار و قطعاتش همه جا پیدا می‌شد. همین باعث شد تو شهر و جاده همیشه یه پژو پارس دیده بشه. البته ایرادهایی هم داشت، مثلا مصرف بنزینش تو بعضی مدل‌ها بالا بود، ایمنیش متوسط بود و کیفیت ساخت تو مدل‌های جدید پایین‌تر اومده بود. بعضیا هم از صداهای داخل ماشین و راحت نبودن صندلی‌ها گله داشتن. تولید پژو پارس تا اوایل سال 1402 ادامه داشت. الان دیگه تولید نمیشه، ولی هنوز توی خیلی از خیابونا هست و خیلی از مردم ازش استفاده میکنن. برای خیلیا پژو پارس یه یادگاری از سالها استفاده و تجربه رانندگیه.